خب سلام، وقت همگی بخیر. امیدوارم که حالتون ردیف باشه. اومدیم با یک ویدیو دیگه در مورد بکتست گرفتنش، بکتست گرفتن ستاپ های سشنی. تو این ویدیو توضیح میدیم که چه ستاپی روی چه ارزهایی استفاده کنید و اینکه چه جوری استفاده بکنید. توی ویدیوهای قبلی، دو تا ویدیوی قبلی که خدمتتون ارائه دادم، روی یورو بود، یعنی تمامی نکات روی یورو گفته شد. اما امروز یه سری نکته گفته میشه که شما میتونید تفکیک بکنید و طبق اون موضوعی که هست جلو برید. اولین کاری که میکنید این که حالا یورو رو که گفتم بحثش جداست، حالا آخرم در موردش صحبت میکنیم که تفکیکش رو چجوری بکنید. امروز میخوام روی پوند بهتون بگم چه ستابی رو بیشتر روی پوند کار بکنید و اینکه قدم قدم چجوری جلو برید. اولین کاری که میکنید توی فیکسی پلی، خیلی از دوستان مشکل داشتن بابت اینکه سشن رو چجوری انتخاب کنن. دقت کردین دیگه، من اینجا یه اس ای زدم، همین اولین کار، همین اولین سشن اندیکاتوری که میاره واسهتون رو انتخاب بکنید. ساعتش حالا به وقت ایران که بخواید تنظیم بکنید، نیویورک میشه 12 تا 22، حالا اگه اشتباه نکنم. بذارید من یه چک بکنم دقت اون تایم اصلیش چک بکنم اینجا بزنم بهتون بگم. خب من تایما رو درست کردم. ببینید از ساعت 13 تا 22 میشه نیویورک، 21 تا 9 صبح میشه آسیا، که حالا مجموعه هم بخواید حساب بکنید توکیو و سیدنی دیگه، و لندن هم که میشه 7 تا 16. خب این به وقت یو تی سی اینجا زده. حالا اینکه چیکارش بکنید تو بهتون میگم. ببینید ما سه تا ارز هستن که فقط توی اون یک ساعت توکیو باید سر و کار داریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه آسیا که بسته شد، آسیا ساعت 9:30 صبح بسته میشه. خب اگر من این تایم فریم رو بذارم روی به وقت ایران و اینو بکنم 6، چون یک ساعت دیگه، اون یک ساعت 6:30 که نه 6. خب ببینید این حد فاصل یعنی دقیقا اینجا، یعنی سر ساعت 9:30 صبح سشن سیدنی بسته میشه. خب و از اون طرف ساعت 10:30 صبح سشن لندن باز میشه. این حد فاصلی که این وسط هست، خب یعنی از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10:30 صبح صرفا و فقط توکیوه. یعنی نه یعنی سیدنی باز هست اینجا، نه لندن باز هست، فقط توکیو باز هست. چیزی که ما روی ستاپ یورو، پوند و NZD USD سر و کار داریم باهاش، یعنی سه تا جفت ارز هستن: یورو، پوند و NZD. و این سه تا چیزی که بهتون گفتم فقط و فقط ما تو این یک ساعت باش سر و کار داریم. پس این یکی از اون تفکیکایی که بهتون گفتم. اوکی، حالا چی کار میکنیم؟ من اینجا میام، حالا این تایم رو میذارم به وقت نیویورک که میخوام بزنم بره جلو، به اون وقت بزنم بره جلو، میشه تقریبا 12:01. من میام اینجا اینو تنظیم کنم. ببینید سر تایم 1 اینو که بزنم آسیا سشن، این میاد. خب ما تو این یک ساعت انتظار داریم به محض اینکه حالا این سشن آسیا بسته شد، توی از اون بازه ساعت 9:30 صبح، حالا من باز بذارم به وقت ایران که دیگه این مشکله نباشه همواره، از اون بازه ساعت 9:30 صبح تا 10:30 صبح ما تو این بازه سعی میکنیم اولا، ببین الان اینجا آسیا بسته شده. خب ما ثبت میکنیم توی این یک ساعتی که داریم یکی از این سقف یا کف ها که برای آسیا هست زده بشه، یعنی اینکه قیمت بیاد اینجا رو بزنه، برگرده داخل سشن ما پوزیشن بگیره. پس این یکی از اون ستاپ هایی بود که ما داشتیم. آیا اینجا موقعیت میده؟ نه، نمیده. میریم آسیا یعنی روز بعد. خب اینا ستاپ های مکمل دارن، یعنی اینکه اگر شما مثلا صرفا اینجا بهتون موقعیت نده، روی اون دوتا چیز دیگه که قرار بگم بهتون موقعیت داده میشه. حالا بریم جلو، من ببینم موقعیتی بود. ببینید الان اینجا دقیقا توی تایم نیویورک 10:10 است. خب اگر توی این تایم برگرده داخلش، ما میتونیم ستاپ بگیریم.
ببین الان دیگه رفت توی نیویورک، خب ببخشید رفت توی لندن، دیگه ما اینجا کاری به کارش نداریم. اگر با این کندل اومده بود داخل، خب ما روش حساب میکردیم، حالا ممکنه بریزه تارگت هم بده، ولی دیگه ما کاری به کارش نداریم. تعداد موقعیت خیلی کمی داره ولی ریوارد خیلی خوبی بهتون میده. حالا ما سعی میکنیم که ببینیم. الان باز دوباره لندن شروع شد، میزنیم بره جلو تا بالاخره یک ستاپی. ببین الان توی دقیقاً ساعت 9:30 است، قیمت اومده کف و زده توی توکیو. حالا منتظر میمونیم قیمت برگرده داخلش. ببینید دیگه برنگشت. کی برگشت داخلش؟ لندن برگشت. بازم کاری به کارش نداریم. تعداد موقعیت ها بازم میگم کمه، ولی اینو در نظر بگیرید که سه تا جفت ارز داریم، یورو، پوند، NZD، و فقط هم تو این آره دیگه یک ساعتی که هست، یعنی از ساعت 9:30 تا 10:30 باید سر و کار دارید و باقیشو دیگه کار ندارید. حالا من چند تا مثال میزنم، بعد میریم روی NZD هم چند تا مثال میزنیم. وین ریتی که بهتون میده وین ریت 60 55 60 و گاهم بالاتر هم هست، ولی ریواردش ریوارد تعیین شده 3، یعنی بیشتر از اون روش حساب نمی کنید. فقط روی NZD شما باید ریوارد 2 رو حساب بکنید. الان اینجا زده شده کف، حتی با شادو هم قابل پذیرش یه جورایی، ولی تو لندن بهش وارد شد. بازم من کاری به کارش ندارم. تایم فری میمونم فقط 5 دقیقه است. میگم الان بریم جلوتر من بهتون توضیح میدم که حالا چه ستاپ هایی هست. میبینید که اینا همو پوشش میدن، یعنی اون کم بودن موقعیت معاملاتیتون جبران میشه. الان اینجا قیمت برگشته داخلش، خب استاپ پشت همون های یا لویی که داره یه خورده فاصله میدین، در حد 1-2 پیپ فاصله میدین. ریوارد هم که من گفتم ریوارد 3. حالا این که مثلا روی ریوارد 1 مثلا بریک ایون بکنید، این که مثلا فری توی پلنتون باشه، این دیگه میشه پلن شما، یعنی چیزی که دیگه شما باید باش جلو برید. من همه ریسکایی هم که قرار بکنم ریسک نیمه، حالا کمتر هم میتونید ریسک بکنید، چون حالا میگم بهتون جلوتر. این که استاپ یا تارگت یا هر چی بشه، ببینید قیمت میاد تارگتشو میزنه. یه دونه موقعیت کلا مثلا توی چند روز معاملاتی دار، اونم الان تارگتشو زد. الان شما به اندازه ببین ریوارد اصلیش من قبلا هم در موردش توضیح دادم. خب وقتی قیمت توی توکیو همچین داستانی میبینید، حتی خودتون برید توی چارت خودتون هم میبینید رفتار حرکتو. ریوارد 3 ریوارد تعیین شده ای، یعنی اینکه مثلا من اومدم 5 سالو بک تست گرفتم، دیدم حداقل ریوارد 3 میشه، ماکسیموم میتونه مثلا ریوارد خیلی بیشتری بده. خب اما ملاک اصلیش اینه که بیاد کف آسیای قبل رو بزنه، یعنی تا کف آسیای قبل میشه تارگت شما. ولی از اونجایی که من نمیخوام زیاد با ریوارد درگیر بشیم، حداقلی رو همواره در نظر گرفتم که همون ریوارد 3 بوده. اوکی، پس بریم سشن بعدی ببینیم باز بهمون موقعیتی میده یا نه. ببین وقتی اینجا اومده زده دیگه برگشته دیگه، یعنی اون کفه‌ای که انتظار داشتیم زده شده رفته. بریم جلو. ببین الان 1 ساعتش عبور کرد، موقعیت نداد، باز عبور کرد، موقعیت نداد. خب الان اینجا دیگه تو لندن باز شد، بازم موقعیت نداده. این تعداد موقعیت ها خیلی کمه، ولی خب موقعیت های خوبی هن. یعنی حیف آدم بخواد از دستشون بده. خب ببین اینجا، خب حالا من یه خورده این کندل بوده که داخل سشن بسته شده. یعنی چی داخل سشن بسته شده؟ یعنی من این کف سشن سیدنی رو یه خط بندازم، اینجا جایی بوده که قیمت اومده یه جورایی ارزم حضورتون که چی بهش میگن، وارد این محدوده شده، یعنی وارد این باکس شده. من حالا اینو تا اینجا میکشم. اگر ریوارد 3 داخل سشن بود که اوکی، اما اگر مثلا ریوارد 3 من افتاد بیرون از سشن، اونو دیگه ملاک قرار نمیدم. حالا من اینجا باید مثلا سر همون کندل مارکت وارد میشدم، نشدم، میخورده دیرتر وارد شدم، تق رفت توی باز شدن لندن درجا تارگتشو زد. میریم دوباره سشن بعدی. ببینید این مثلا اون بحث چیزی بود که بهتون گفتم، این که مثلا سقف سشن ملاش قرار باشه، ولی ما حداقل ریوارد 3 رو قرار دادیم دیگه. میبینید که اونجا یه ریوارد 9 بود، اینجا باز ریوارد 8.5 بود، یعنی همینجوری میره بالا. درسته ستاپی نیست که مثلا خیلی آنچنان بخواید روش حساب بکنی،
از نظر تعداد موقعیت، وگرنه از نظر وین ریت که خیلی هم عالیه. ولی از نظر اینکه بخواید باش ترید بکنید و مثلا گین خوبی بگیرین که فیلترش کردیم، یعنی اومدیم جفت ارز بهش اضافه کردیم، اون تعداد موقعیت معاملاتی هم پوشش داده میشد. الان اینجا قیمت اومده سقف و زده، گفتیم یکی دو پیپ بالاتر میذاریم، ریواردی که میخوایم ریوارد 3 هست. ببین الان ریوارد 3 من تقریبا میفته بیرون سشن. خب وقتی همچین اتفاقی میفته من ملاکمو میذارم ریوارد 2، یا اینکه مثلا اگر ریوارد 2 مداد ترجیحم بر این هست که آرزوام حضورتون که فری بکنم یا حالا از اینجور کارها. من حالا اینجا رو سل استاپ میذارم یه جورایی که در اصل بخواید حساب بکنیم ما اینجا استاپ خوردیم. خب یه دونه استاپ حساب بکنید، چون من اینجا یه خورده زدم رفت جلو یا دیر گرفتمش. بریم جلوتر. الان یه ستاپ بوده که دو تا تارگت داشتیم، فعلا یه استاپ. فعلا زده نشده، زده شد، برگشت داخلش، استاپ این پشت و ریوارد 3. گفتیم وقتی اینقدر فاصله میفته ما 2 رو ملاک قرار میدیم، هرچند که همون 3 رو هم میتونه بزنه. متاسفانه بازم استاپ خوردیم، ولی باز با این حال برآیند اون همواره مثبته. میگم یه چیزی که باید بهش توجه بکنید صرف از تعداد موقعیت معاملاتیش اینه که شما ستاپ مکمل داریم که همشون رو پوشش میده. اینجا زده شده، استاپ این پشت، تارگت هم ریوارد 3. حالا دیگه اونجا باز شد دیگه. مهم اینه که ما حالا چیزی که تعیین کردیم رو بزنه که میزنه. یعنی مثلا ما اینجا ورودمون استاپ اونجا ریوارد 3 که ما میخواستیم رو زد. حالا برم جلوتر. الان اینجا زده شد. ببین دیگه الان رفت تو لندن، دیگه ما کاریش نداریم. فقط همون 1 ساعتی که ما ازش انتظار داریم ملاکمون هست تا اینکه مثلا اینجا الان ما یه استاپ خوردیم، یه دونه ورود داده، البته هنوز نزده، الان یه دونه استاپ زد. استاپی که اینجا زد دیگه نمیگیرم پوزیشن چون استاپ خوردم. بزنیم بری جلو. خب توی لندن کارش نداریم، بریم سشن بعدی یعنی روز بعد. خب الان زده شده، برنگشته. من یک کندل دیگه میخواستم که داخل سشن بسته بشه، هرچند که بالاتر هم میبود هیچ اشکال نداشت، مهم اینه که من سیف وارد بشم. خب الان که زده شد واردش هم شد، ما حالا استاپی که داریم رو اینجا 1.5 پیپ من 2.5 پیپ میذارم. حالا اونقدر فاصله هم نه، 2 خورده میذارم. ریوارد 3 هم اینجا میفته. مارکت تمام. الان اینجا استاپ خوردیم. خب اما چیزی که اینجا دقت بکنید ریوارد مثلا 1 داده. خب بریم پوزیشن های قبلی هم بررسی بکنیم، مثلا ببینیم چند تاشون ریوارد 1 دادن. اگه مثلا ریوارد 1 داده بودن ما میتونستیم فری الان این که اصلا ریوارد 1 هم نداده، 66 صدم داده. اما خب مثلا شما چجوری میتونید ریوارد بریک ایون تعریف بکنید؟ مثلا اینجا ریوارد 1 رو داده، آیا بعدش فری زده؟ نه، مستقیم ریخته. پس اینجا بریک ایون کردن یکی از اون گزینه هایی میتونه باشه که خوب باشه. اینجا که اصلا نداده، مستقیم استاپ زده. اینجا یک کله تارگت زده، بریک ایون مثلا بازم تایید میشه، مشکل ایجاد نمیکنه. اینجا چطور؟ مثلا بریک ایون روی ریوارد 1 منظورم ها. اینجا ریوارد 1 رو نداده، اینجا که ریوارد 1 داده بعدش دیگه بریک ایون نزده و مستقیم رفته تارگت داده. پس بازم الان یک تاییدیه دیگه داریم ما برای اینکه بریک ایون خیلی گزینه خوبی میتونه واسمون باشه. اینکه حالا پوزیشن اینجا باشه یا نباشه شو دیگه نمیدونم. حالا میریم جلوتر.
اگر چیزی بود باز بررسی میکنیم و در موردش صحبت میکنیم. پس یکی یورو بود که توی توکیو فقط روش حساب میکردیم و یکی دیگهش هم این بود که ارزم بزرگتون که پوند بود. NZD هم هست که با اونم میریم چند تا تست میگیریم. حالا من یه چند تا بگیرم، حساب به 10800 تا رسید، من روش ویدیو میگیرم و یعنی بعد از اینکه این حساب به 10800 تا رسید من میام سراغ این که بریم سراغ NZD. الان مثلا ما اینجا گفتیم چی، ما میتونیم بریک ایون یک تعریف بکنیم دیگه. بریک ایون یک تعریف کردم، مارکت ورود میکنم. حالا اگر بریک ایون یک، حالا اینکه مستقیم استاپ زد، ولی اگر مثلا ریوارد یک رو به ما داده بود ما روش حساب میکردیم دیگه. اینکه حالا مثلا ریورسش رو بگیریم، برعکس مثلا اینجا حالا مثلا استاپ شما رو زد ریختنش رو بگیریم، اون حالا ستاپای دیگه است که حالا بعداً اگر شد وقتش شد در موردش حتما صحبت میکنیم. بکنم دیگه این بره وارد لندن بشه. بله دیگه وارد لندن شد و کاریش هم نداره. یعنی اینجا زده برگشته داخلش، یعنی دقیقا توی توکیو زده شده. حالا که توی توکیو زده شده من اینجا استاپ رو قرار میدم، ریوارد 3، بریک ایون 1، ریسک هم که نیم بود دیگه. تمام، بازم استاپ. حالا ما آخر سر نسبت پوزیشن ها رو میریم چک میکنیم که حالا وین ریت و اینجور چیزا چی بوده دیگه. باز توی لندن اتفاق افتاده، این هم 100% میره توی لندن. توی لندن اتفاق افتاد. بریم جلو، این هم احتمالا موقعیت نده، بازم رفت توی لندن، یعنی 100% میره توی لندن. نه توی لندن تو همون یک ساعت در از تایمی که داریم باید اتفاقی که میخوایم بیفته، در غیر این صورت یه کاری به کارش نداریم. الان دقیقا توی سشن توکیو بهمون موقعیت داده، حالا فکر کنم لندن هم هست یه جورایی، ولی خب حالا ما روش ریسکمون رو میکنیم. میبینید یه خورده بزرگ هم هست، مثلا تا این کف هم بخواید حساب بکنیم ریوارد 2 میشه، ولی خب ما ریوارد 1 تعیین میکنیم، بریک ایون 1 تعیین کردیم و گفتیم دیگه تو همتراز با لندن بود دیگه در اصل. یعنی بخواید حساب بکنید این جایی که ما مثلا در این نقطه‌ای که ما ورود کردیم کندل 25 دقیقه اونجا زده میشه، یعنی اینجا ما ورود کردیم که اینجا باز شد لندن و رفت، یعنی اون نقطه تلاقی یعنی دقیقا سر همون کندله که باز شدن لندن بود ما ورود زدیم. پس علت استاپ یه همچین چیزی بود که اونم با ستاپ خودشو داره دیگه، ستاپ لندنش هست. این که دیگه رفت اصلا هیچ که هیچ. ببین الان اینجا رو میبینید، این الان این کندلی بودی که ما میتونستیم روش ورود بکنیم، خب ولی این کندل بعدی رو دیگه ما نمیتونستیم ورود بکنیم دیگه. یکی یه مثال قبلی زدیم مثل همونه. ببینید استاپ میشه اینجا، تارگت میشه ریوارد، حالا اینجا چون دو رو رد میشه 2، 3 نمیشه دیگه. چرا؟ حالا چون این کفه رو باید قرار بدیم دیگه، ملاکتون این کف و سقف، ولی خب ریواردی که میشه ریوارد خیلی زیادیه، میتونه خیلی بیشتر هم بریزه. این که دیگه حالا شما چجوری هولد بکنید، چجوری با بک تستاتون باش کنار بیایید، خودش یه مسئله دیگه است. این دیگه رفت توی لندن، باز توی لندنه، یا احتمالا بره توی لندن. ببینید خیلی تعداد موقعیتاش کمه، ولی خب وقتی ملاکتون 3 تا جفت ارز باشه، بعد الان میرم مثلا اون ستاپای دیگر رو میگم، میبینید که خیلی نتیجه با اون چیزی که فکرشو میکنید متفاوت تر هست.
زده شد، داخلش هست، میشه قبول کرد. 1 و 3 ما میذاریم 2 و 3. ریواردم 3 تعیین شده است. بیگ ایون 1. اصلا به بیگ ایون گاهن میگم دیگه خیلی کم پیش میاد بیاد بره مثلا ریوارد 1 بده بعد بخواد بره استاپ بزنه، خیلی خیلی کم پیش میاد. این یک کله هم دیگه رفته. این که مثلا ستاپ ریورسش رو داشته باشیم خودش دیگه یه بحث دیگه است. توی لندن اتفاق افتاده. بعد این کندل ریورس رو بعد از زده شدن حتما ببینید که بتونید مثلا ملاک درستی قرار بدید اون میزان ستاپ رو. اینم باز میره توی لندن. خب زده شده کف، یه کندل ریورس میخوایم که دیگه فایده نداره دیگه، رفت توی لندن. باز توی لندنه که ستاپ خودشو داره. اینجا بوده که میتونیم استاپ قبولش بکنیم. ولی خب من کلا بهتون گفتم اون نقطه طلاقی ها رو بهتر کلا روش حساب نکنید، یعنی همون نقطه‌ای که دقیقاً میخواد لندن باز بشه، همون تایمی که دقیقاً میخواد لندن باز بشه وقتی ستاپ میده، احتمال خیلی زیاد حالا اون ستاپ درستی نیست. برید خودتون بک تست بگیرین متوجه کامل موضوع میشین. یعنی من صرفا دارم یه چیزی میگیرم که اون اشکالاتی که قرار حالا احیانا واسهتون پیش بیاد برطرف بشه، وگرنه هیچ چیزی نداره این ستاپ. یه چیز فوق العاده ساده ایه. خب اینجا تایم ها یه خورده رفته جلو، یعنی 1 ساعت تفاوتشه. یعنی در واقع من بخوام بسته شدن رو باید بذارم روی 9.5. حالا به خاطر تغییر تایمه. خب بازم موقعیت نداده. حالا شما میایید مثلا با توجه به اون 1 سال بک تستی که گرفتیم میبینید تعداد موقعیت هایی که داریم مثلا روی 5 تا جفت ارزی که قرار بهتون بگم چند تا بوده، اصلا چه میزان ریسک بکنید روش منطقیه، اصلا بگیرین منطقیه، باش کار بکنید منطقیه، کامل دست خودتونه. ولی خب من چیزایی که میدونم حالا قاعدتا حالم اینجوری بهتره ترجیح میدم بگم. خب ببین الان اینجا دقیقا زده شده و اینجا ورودش بوده، استاپشین زیر، تارگتش هم ریوارد 3 میره بالای سشن، ریوارد 2 باید قرار بدیم. این که دیگه رفته. ولی خب میزنیم بره جلو ببینیم چی میشه. با استاپ زد اینا، استاپ زد به نگرفته بودمش، خیلی دیر شده بود. خب این دیگه توی لندنه دیگه کارش نمیشه. بذارید من اینو کپی کنم بریم روی انزدی هم چند تا واسهتون بگیرم، بشینید یه سال بک تست روی اینا رو بگیرید. کلا شاید یه ساعت هم تایم نبره کل بک تستش، اصلا شاید نبره چون چیزی نداره. 2024 رو سعی کنید بک تست بگیریم، سال جدیدتری هم هست. بعد گفتیم انزدی، روی انزدی هم من چند تا میگیرم واسهتون، بعدش میرم سراغ اون ستاپ دیگریه که اونم بهتون بگم که حالا من از همین ماه از همین امسال شروع میکنم، همین امسال رو میگیرم این 1 ماه فقط صرفا میخوام ببینم چه اتفاقی افتاده. امسال یه خود چیزم زیاد بوده، تنشا هم زیاد بوده حالا از وقتی که ترامپ اومده. ولی خب ما کار نداریم، چی کار کسی داره، میریم ببینیم چه خبره. ببین شما توی افیکس ریپلی یه مشکلی که داره اینه که مثلا هر بار بیاید یه چارت جدید باز کنید این میپره، پس حواستون به این موضوع باشه دیگه.
یعنی اندیکاتور رو سعی بکنید اینجا کپی بکنید و روی چارت جدید پیست کنید، میاد با همون تنظیمات قبل. این دیگه الان رفت تو لندن، باز رفت تو لندن، اینم 100% میره توی لندن. میبینی که وسطا دیگه فول واضح هم که میری تو لندن، ولی خب گاهن هست مثلا به کندل شارپ هم میره میزنه دیگه. اینم باز رفت تو لندن. خب یه لحظه صبر بکنید، اینجا زده شده، خودش هم ریورس شده. خب یعنی این خودش یه دونه ستاپ بوده که حالا اگر شما بریک ایون یک داشتین قاعدتا بریک ایون میخوردین روی حالا پوند، روی NZD. ولی اینکه حالا مثلا چجوری باشه باید برید چک کنید دیگه، ببینید به درتون میخوره یا نه. حالا اینجا مثلا بریک ایون تعریف کرده بودین، بریک ایون میخوردین، اگر نداشتین خب قاعدتا احتمال اینکه استاپ بخورین زیاد بود. الان زده شده، بعد صبر کنیم ببینیم برمیگرده داخلش که نه دیگه، رفت توی سشن لندن. این دیگه اوایل ساله، حالا یه خورده باید بریم جلوتر، این از این اوایل خارج بشیم چون 14-15 روز اول زیاد روزای جالبی نیست، یعنی اصلا ما ترید نمی کنیم و اوایل سال نو رو. اینجا ورود بوده، ریوارد 2 هم میشه همینجا که حالا اگر بریک ایون داشتیم بریک ایون میخوردیم، اگر هم نه که عادتا تارگت بوده که حالا ریوارد خیلی زیادی هم میتونه بهتون بده. باید سعی بکنید، ببینید توصیه دوستانه، سعی بکنید ریسکتون به قدری معقول باشه. خب که به قول یکی از دوستان مثلا من 80% خارج میکنم 20% میذارم واسه خالد. یعنی چی؟ یعنی که مثلا 20% میذارم واسه خود بروکر، تارگت هم میذارم مثلا ریوارد 8. سعی کنید اینجوری باش رفتار بکنید، اینکه خودتون پلنتون رو بتونید تغییر بدین، درست اوکی بکنید باش، کاملا دست خودتونه با بک تستتون. میگم خودتون الان دیدین من چند تا نمونه بک تست دیدم، بک تست گرفتم. اینجوری بوده که مثلا مثلا 3 تا حساب پشت سر هم ممکنه داشته باشین، ولی مثلا یه دونه ریوارد 8 بهتون میده، ریوارد 9 میده بهتون. حتی با اون ریوارد 3 که ما تعیین کردیم برآینده شما همواره سوده. پس یک ستاپ خیلی خوب برای حساب شخصی میتونه باشه. برای پراپ که میتونه ستاپ خیلی خوبی باشه وقتی که شما میخواید با ریسک کم و در مدت زمان حالا مثلا 2 هفته اینا پراپتون رو پاس بکنید. چرا؟ چون 5 تا جفت ارز دارین، یورو، پوند، NZD. اون دوتا رو الان بهتون میگم چجوریه دیگه. یعنی روی این دوتا جفت ارزی که هست شما میاد در واقع حساب میکنید. الان اینجا زده شده، باز بهتون ستاپ داده. چرا؟ چون شما ریسکتون کمه، مثلا 3 تا استاپ بخوری اندازه 1% استاپت هم 1% از حجم کلت هم نمیشه، واسه همین که فرصت خیلی زیادی داری که بتونی مانور بدی. حالا من اینجا بریک ایون هم تعریف نکردم. خب TP این که میگم مثلا شما مثلا ریوارد 3 تون داده مثلا 80% بذارید تو سوال، یعنی یه همچین چیزی. ببینید 20% گذاشتین، خب از اون 20% که بخوام بهتون بگم، مثلا حالا بریم ببینید مثلا تا اول نیویورک ریوارد چند میده بهتون. مثلا تا اینجایی که دایورجنس داده ریوارد 11 داده. خب یعنی عملا شما حدود 8 آر گرفتین اضافه تر میشه. یعنی مثلا شما تو این اگر 0.5% تو این ریسک کرده بودین، خب تو این 0.5% که اینجا ریسک کرده بودین چیزی که میگرفتین حدود 1.5% بود. خب شما 80% شو حالا مثلا خارج بکنید، یعنی 1/10 معامله، 1/10 ریسک داخلش هست، یعنی حدودا 1% دیگه اینجا گرفته بودیم و برآیند کلتون شده بود 2.5%، 2.6%. خب به این موضوع توجه بکنید دیگه، این چیزیه که باید توی پلنتون اعمال بکنید. حالا میریم جلو، ولی خب ما یه قانون ثابت واسه ریوارد گذاشتیم که حالا یه سری دوستان هستن مثلا شاید بخوام کدش بکنن، شاید بخوام مثلا کاملا مکانیکی شده باشه دیگه. خب اینجا هیچی. بازم رفت توی لندن.
خاصه سبدایی مثلا حجمای کلانی که مثلا در سود سالانه میخوان یا مثلا نمیدونم، اون واسه اینه که مثلا روی یه جفت درس فقط تستش بکنی، یا اگه بخوای 5 تا مثلا جفت درس اضافه بکنی دیگه مسئله کامل فرق میکنه دیگه. اون موقع فقط حساب بزرگ و کوچیک نداره، هر چیزی شما بخوای میتونی روش مانور بدی دیگه، چون یه فیلتر درست حسابی داری، یه سطح، یه نقدینگیه که زده میشه و تو ریورسش رو انتظار داری، یعنی یه چیزیه که توکیو و سیدنی با هم دیگه میبندن. حالا چی کار بکنن؟ تعداد موقعیت خیلی کمی داره، خیلی زیاد کمه، شاید 7 تا در ماه داشته باشه، 8 تا در ماه داشته باشه، ولی همین 7 تا 8 تا در ماه کار میکنه که قشنگ شما بیاید سه تا مثلا مثل ماه بگیرین و سودش هم بگیرین. نکته بعد، قیمت انقدر رفته و اینجوری مثلا تونسته با چندین کندل یه حالت وی شیپ داره و اینجوری رفته کلی فاصله گرفته، اینجا رو دیگه قاعدتا شما نمیگیرید و خواهشم میکنم که نگیرید. مثلا الان ببینید کل براینده مثلا این چند وقته این یه دونه ستاپ بود، یه دونه ستاپ درست حسابی بود که حالا قاعدتا به شما تارگت داد. حالا بریم من سراغ اون بحث ستاپ های دیگه که ببین تا الان ما سعی کردیم که گفتم روی یورو، پوند، انزدی، مثلا شما میبینید روی انزدی 7 تا دارین مثلا در ماه، روی پوند 7 تا دارین، روی یورو هم 7 تا دارین. اینا فقط باید با ستاپ توکیو یعنی استی حالا اسمشو میذارین، یعنی شما میایید توکیو استی، اس مخفف سیدنی، تی هم مخفف توکیو دیگه. توکیو بیاد سقف سیدنی یا حالا کف سیدنی رو بزنه و با همون ستاپی که گفتم برید پوزیشنش رو بگیرید و باش کار بکنید. پس یورو، پوند و انزدی از ساعت 9:30 صبح تا 10:30 صبح حالا با وقت ایران میشه. حالا ستاپ ها رو بندازید روی چارتتون، خیلی اندیکاتور رو بندازید، اندیکاتور سشن روی چارتتون خیلی بهتر میتونه بهتون نمایش بده. دو تا ستاپ دیگه هست، یکیش روی طلا، یکیش روی یو اس دی جی پی وای. حالا من اینجا یو اس دی جی پی وای رو میزنم، این یو اس دی جی پی وای و مثلا این 2024 رو مثلا این ماه نوا همینجور شانسی میزنم. این ستاپ چه جوریه؟ این ستاپ اینجوریه که شما باید صبر بکنی لندن بیاد آسیا رو هاند بکنه. حالا منظورم چیه؟ منظورم اینه که شما باید صبر بکنی لندن بیاد سقف سیدنی توکیو رو بزنه، یعنی این یک ساعتی که ما اینجا بود این یک ساعت هم باید اضافه بشه به این 6 تا 21 تا 9 بود دیگه. خب من کردمش که اون یه ساعت خالی باشه این وسط. الان این یه ساعت واسه من پره، حالا من میزنم بره جلو دیگه. بذارید تنظیمش هم بکنم به وقت UTC، بذاریم نیویورک میشه حدودا ساعت 5 صبح، البته 5 صبح به وقت نیویورک، به وقت ما تقریبا میشه ساعت 12:30 ظهر. خب من میام اینجا اینو ستینگش رو اینو میذارم روی 5 آسیا، 4:55 بود میشه 5. ببینید من میزنم آسیا دیگه. این تایم حالا اینجا به وقت ایران یه خورده فکر میکنم چیز سرش کرد، باید بذارمش 4 فکر کنم، دقیقا 4. من ستینگش رو انجام بدم اینجا، اینو بکنم 4. خب بریم جلو. خب ببینید الان اینجا چه اتفاقی افتاد. اتفاقی که افتاد مثلا ما این کفی که اینجا داریم مشخصه، باید یه کندل ریورس ببینیم ازش که برگرده داخل سشن. ببینید الان کندل ریورس، قیمت برگشته داخلش. استاپ کجا؟ استاپ پشت همین کف. حالا یه خورده دوست داشتیم فاصله بدیم، تایم فریم 5 دقیقه، ریوارد 2. ببین این ستاپ ریواردش 2، وین ریتی هم که من حالا ازش گرفتم، وین ریت بذارید من اینجا دارم چک میکنم 55 و 60 بوده، یعنی بدترین حالتش 55 بوده. این هم باز مثل همون قبلی هست، ولی خب ریوارد تعیین شدهش همون 5 هست. ببخشید گفتم 5، اشتباه گفتم، ریوارد 2. ببین حالا مثلا شما موقعیتی که بهتون داده، حالا من اینو باز یادم میره بذارم به وقت ایران،
ساعت 3:30 مثلا بهتون موقعیت داده، سر ساعت 3:30 که بهتون موقعیت داده دیگه رفته توکیو هم باز شده. خیلی مواقع هست، اینو میگم بهش توجه بکنید، برید توی بک تستاتون هم بهش توجه بکنید. خیلی مواقع هست که دقیقا جهتش با نیویورک یکیه، یعنی ریواردی که میتونید بگیرید خیلی بیشتر از این حرف هست. اوکی، پس بهتون توصیه میکنم که از اون گزینه 20% واسه خالده سعی کنید یه خورده استفاده بکنید. اون 20% واسه خالد کی بوده؟ خالد شخصی بود، ریس فاندینگ پیپس میشه دیگه. ببین مثلا اینجا الان حالا میره بیشتر هم میده، ولی خب شما ملاکتون ریوارد 2 باشه دیگه. حالا ما میریم جلو، الان یه دونه پوزیشن گرفتیم، نیم درصد ریسک تارگت خورد. فقط هم توی لندن باید بزنه دیگه، یعنی قبل از نیویورک باز بشه بره بزنه، ارزش واسه ما الان نیویورک باز میشه، باز شد و دیگه ما کاریش نداریم. این الان مثلا ساید مارکت دیگه الان نزدیکای نیویورک، این هر کار میخواد بکنه تو نیویورک احتمالاً قرار بکنه. ببین الان اینجا قیمت زده برگشته داخلش، حالا شما میتونید هر چیزی هم که دوست داشتید خاطیش بکنید. میگم هر کاری که فکر میکنید واسه بهتر شدن استاتاپتون میشه انجام بدین، مشکل نداره. حالا مثلا ما یه رویه‌ای داریم که توی چیز هست، توی حالا کارگاه ها بهش میپردازیم اینجوری که حالا مثلا یه سری قوانین تعریف میکنیم که طرف بتونه با کمترین میزانی که مثلا میتونه جلو بره بتونه پراپشو پاس بکنه و حالا اون حالت سیفتی که داره رو خودش بتونه اجرا بکنه دیگه. حالا مثلا اینجا تارگت ما رو زد دیگه، جوری استاپش هم گذاشته بودم این بالا، یعنی حتی اگر اینجا مارکت وارد شده بودم باز استاپ منو نمیزد، چون یه خورده گفتم بعد از اینجا یه پیپ دو پیپ فاصله بدیم. تمام اون ریوارد دویی که ما میخواستیم رو بهمون داد. آره داشتم میگفتم توی کارگاه هایی که ما برگزار میکنیم هدف این هست که شما بتونید اون بحث پراپی که داری رو پاس بکنی، یعنی هدف ما کلا توی کارگاه اینه که شما بتونی پراپ پاس بکنی. خب پراپو پاس کردین، یه دیدگاهی که اشتباه هست، ببین یه چیز منطقی و ساده است که شما باید بپذیریدش. خب ترید در هیچ جای دنیا شغل حساب نمیشه. چرا؟ چون هیچ ارزش افزوده ای نداره، یعنی شما هیچ ارزشی به دنیا اضافه نمیکنید. خب و همین دلیل شغل حسابش نمیکنه. اصلا شغل به چیزی میگن که بتونه یه ارزشی خلق بکنه. خب شما منطقی ترین کاری که توی پراپرما میتونید بکنید اینه که بتونید حجم پشت دستتون رو زیاد بکنید. آقا یه حساب 5000 تایی داشته باشه، حساب 10000 تایی داشته باش، پاس بکن برو جلو، مثلا حسابای بزرگتر بگیر. از پولی که از این حسابا در میاد، مثلا فرض کن مثلا از حساب $100,000 8% کشیدی که میشه $8000 دیگه. حالا فکر کنم دلار 80 تومن من حساب میکنم، میشه حدود 640 میلیون تومان. شما 640 میلیون تومان رو ببر سرمایه گذاری بکن. شما باید سعی بکنی کنار اون بحث تریدت بحث سرمایه گذاری رو یاد بگیری. اینجوری میتونی با اون پولی که دستت میاد مانور بیشتری بدی، ذهن آسوده‌ای داشته باشی و خلق ارزش کنی. یعنی یه نفر ازت پرسید شغلت چیه، میگی من سرمایه گذارم، نمیگی من تریدرم. به هیچ کس هم قرار نیست بگید من تریدرم. خلاصه که با خیلی چیزهای ساده میشه پراپر پاس کرد. اما حالا من میگم بهتون بازم برگردیم به بحث ستاپ ها. ببینید توی ستاپ ها ما الان 2 تا ستاپ معرفی کردیم که یکیش این بود که توکیو میاد سقف سیدنی یا کف سیدنی رو میزنه، یکیش هم این بود که لندن میاد سقف سیدنی توکیو رو میزنه. میدونی چی میگم؟ سقف و کف سیدنی توکیو رو میزنه. اوکی، که حالا ستاپ لندنی که حالا اسمن گذاشتیمش لندن که همون FCMS هم بود. ستاپ FCMS اینجوریه که شما فقط روی USD JPY و طلا میتونی روش استفاده بکنی. یعنی امروز که روز معاملاتی شماست، شما 4 تا جفت ارز و طلا رو اضافه کردی، یورو، پوند، NZD، USD JPY، طلا. خب توی اون ستای اولی منتظر اینی که از ساعت 9:30 صبح تا 10:30 صبح منتظر اینی که توکیو بیاد سقف و کف سیدنی رو بزنه. اگر به ستاپ داد نداد دیگه فدای سرت، کارش نداری. میری تا ساعت چند؟ میری تا ساعت 12:30 که لندن باز میشه در اصل، یعنی آسیا بسته میشه. روی طلا و USD JPY تمرکز روی اینه که
یک سقف یا یک کفه زده بشه، مثل الان مثلا سر ساعت 12:30 ظهره، توی 12:35 در واقع اومده به شما ستاب داده. این که تارگت میشه، استاب میشه، صرفا نباید ذهنیت شما رو به هم بریزید. چیزی که شما باید برای خودتون ملاک قرار بدین اینه که مثلا شما رفته 1 سال بک تست گرفتی، نتیجه شده فلان، نتیجه شده یک ستاپ سودده. حالا که نتیجه شده یک ستاپ سودده، شما باش جلو برو، ریسک تو مدیریت بکن. آقا شما باید بیاید این 5 تا ستاپ رو قشنگ بک تست بگیرید، ببینید مجموع تعداد ورودهاتون، میانگین تعداد ورودهاتون در ماه چند تا میشه. حالا مثلا میبینی 30 تا تعداد موقعیت معاملاتی در یک ماه بوده، تو 0.5% قرار میدی اون بحث سه تا چیزی که داری، یعنی 0.5% میشه ریسک معامله تو. اوکی، نه اینکه مثلا بیای 2% روش ریسک بکنی. یه سری ستاپ هستن 2% مثلا میبینی وین ریت خوبی داره، تعداد موقعیت های اوکی هم داره، میای مثلا روش حساب میکنی، یه جورایی 1% 2% روش ریسک میکنی که ما از اونها هم در موردشون تعریف کردیم دیگه. ستاپ نیو نزدک بود، نمیدونم حالا ستاپ واندی بود، حالا یه سری ستاپ های دیگه هستن که توی کارگاه گفته شدن دیگه. اینا اینجوری هستن که مثلا راحت میتونید با توجه به وین ریت خیلی 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 خوبی که دارن میتونید 2% روش ریسک بکنی که مثلا توی 1-2 روز بتونی، حالا اگر بهت موقعیت دادن، بتونی پراپی که داری رو پاس بکنی. اوکی، پس به این موضوع سعی بکنید توجه داشته باشین. اینجا مثلا الان فاصله خیلی زیاده، ولی حالا باز ما ملاک قرارش میدیم، بریم ببینیم چی میشه. ورود اینجا مثلا الان بریک ایون تعریف میکردیم، قاعدتا من نمیدونستم اینجا حالا ورود نمیشد اسمشو گذاشت، ولی خب استاپ شد، استاپ بوده دیگه. حالا بریم جلوتر ببینیم. من چند تا مثال روی این بزنم، بعدش میرم حالا روی طلا هم چند تا مثال میزنم تا قبل از نیویورک باز شد دیگه، کارش نداره. اینجا الان خیلی زده شده. خب ببینید کندل ها چجوری هست. یه کندلی که قشنگ ریورس باشه، تکلیفتون رو با چارت مشخص بکنه. الان اینجا ورود شما بوده، خب اینجا استاپتون بوده، قاعدتا مثلا ریوارد حالا 2 هم تارگت شما می شده. تمام، تارگت شما توی نیویورک خورد. حالا اینکه مثلا ممکنه نیویورک در جهت معامله شما باشه مثل الان، خب یعنی مثلا اومد یه ورود داد و برو که رفتی، یعنی ریوارد خیلی بیشتری بهتون داد. یه موقعی هم هست که این چیزی که میخواید رو بهتون نمیده. صرفا شما الان میدونید که خیلی چیز ساده ای دارین برای دستتون که راحت میتونید باش کار بکنید، نیاز به آنچنان دانش مثلا تکنیکالی نداره. صرفا باید منتظر یه ورود ساده باشین و اینکه حالا مثلا مثل اینجا قیمت اومده بیس زده نتونسته بشکنه، استاپ این زیر، تارگت 2، قاعدتا تارگت باید بیاد پایین تر، مارکت و حالا چه استاپ چه تارگت هر چی شد. الان مثلا اینجا شما اگر بریک ایون داشتین قاعدتا اینجا بریک ایون میخورده. میگم همه این هایی که گفتم بهتون باید با اون بحث چی بهش میگن، اون بک تست هایی که داره خودتون پلنشو بچینید. من الان هر پلنی به شما بدم اشتباهه. چرا اشتباهه؟ به خاطر اینکه پلن برای من کار میکنه، ممکنه واسه شما کار نکنه. نسبت به سرمایه من، نسبت به استراتژی هایی که من کنار این ستاپ دارم میتونه جواب بده، ممکنه برای شما جواب نده. پس به این موضوع سعی بکنید توجه داشته باشین. من حالا 2-3 تا دیگه میگیرم، بعدش هم دیگه میرم سراغ چند تا هم رو طلا میگیریم. میگم بشینید بک تست بگیرین، اگر جای اشکالی داشتین، اگر مثلا دیدین ضررده اعلام کنید. من که چیزی که خودم گرفتم برای سود بوده، وینریتاش هم کامل در آوردم، برای من سود بوده، یعنی چیزی که من خودم گرفتم سود بوده، یعنی برآیند کل من یک چیز مثبت بوده در کل. حالا شما بشینید بگیرید، میبینید دیگه نتیجه شو، حالا یا اوکیه یا اوکی نیست، یعنی یا میگید آقا به دردم میخوره یا به دردم نمیخوره. چیزی نیست که بخواد آنچنان وقتی ازتون بگیره.
الان اینجا مثلا خیلی دیگه فاصله زیاده. خب شما میتونید روش ریس بکنید دیگه، ولی اینکه مثلا ریسکتون به دردتون بخوره یا نخوره دست خودتونه. مثلا من اینقدر وقتی فاصله هست میگم باید زمان زیادی توی چارت سر بکنم و پای چارت باشم که به دردم بخوره که تارگت بخوره. نمیگیرمش، یعنی اون روزو نمیگیرم. من بیام برم جلو. تمام، بذارید حالا اینجا یه سری توضیحات بهتون بدم. چی شد؟ ما 3 تا جفت ارز داشتیم، ببخشید 4 تا جفت ارز داشتیم. یکیش یورو یو اس دی بود، یه دونه NZD USD بود، NZD USD و یه دونش هم پوند USD. خب این یکیشون. یه دونه دیگه داشتیم، یعنی در واقع دوتا، یکیش USD JPY بود و یکیش هم XRU USD که میشه در واقع طلا. ببینید این سه تا ستاپی که من اینجا گفتم، در واقع این ستایی که اینجا میبینید باید روی سشن توکیو، یعنی منتظر میمونید توکیو بیاد سقف سیدنی رو بزنه که میشه، حالا من با تی بزرگ نمایشش میدم. پس اینجا شد توکیو و این باکس پایینی که اینجا گذاشتم واسهتون که حالا سبزش هم میکنم میشه لندن، که حالا اینجا رنگش هم آبی هم هست و الم که میذارم میشه در واقع لندن. پس این لندن، این توکیو. برید اینا رو بک تست بگیرید، سعی بکنید میزان ریسکتون پایین باشه، سعی بکنید ریوارد بیشتر از 3 ازش بگیرید، یعنی پلنتون رو یک جوری بچینید که حداقل اگر ریوارد 3 گرفتین، اون 20% 80% خارج کردین، اون 20% باقی یا ریوارد بیشتری بهتون بده یا بریک ایون بخورید، یعنی اتفاقی واسهتون نیفته. همش توی پلن بک تستتون مشخص میشه. ما 2 تا ستاپ دیگه هم حالا توی بیشتر ستاپایی که توی یوتیوب گفتم، یکیش نیو نزدکه و یکیش هم ستاپ واندی هست. ببینید این 2 تا ستاپ هم هستن. خب شما رو این 2 تا ستاپ هم در واقع مانور خودتون رو بدین. آقا میبینی واندی مثلا توی 2025 اذیتت کرده، ریوارد 2 رو مثلا نتونسته زیاد بده، سعی بکن ریوارد 1.5 ازش بگیر، یعنی سعی بکنید اون گینی که باید بهتون بده رو توی بک تستاتون ازش بگیرید. یکی این، چون نیو نزدک کاملا پوششش میده واندیو. پس شما الان در واقع بخواید حساب بکنید 2 تا ستاپ اینجا دارین، 2 تا اینجا، 4 تا ستاپ دارین و با این 4 تا ستاپ قطعا میتونید برید یک پراپ پاس بکنید. خب اگه نیاز نبود قطعا نمیگفتم. صرف از این ما حالا مثلا 5 تا ستاپ دیگه هم هست که حالا مکمل توده، نمیدونم نزدک، حالا یه ستاپ دیگه داره، یه ستاپ طلا داریم، حالا یه سری ستاپ های سشنی داریم و یک ستاپ طلای دیگه هست که اونو اصلا نه در کارگاه گفتم نه منتشر کردم، احتمال اینکه منتشرش کنم خیلی پایین است. و یک دونه استراتژی هم هست که اونو دیگه قاعدتا میتونید روی چیزای دیگه هم پیاده کنید. احتمالش هست حالا من اون استراتژی رو به صورت پابلیک سعی بکنم آموزش بدم، مدت زمان خیلی زیادی میبره، ممکنه مثلا 6 ماه 7 ماه شاید هم 4 ماه 5 ماه زمان ببره، ولی خب پابلیک شدهش هم هست، یعنی یک چیز کلیه، صرفا میخوام باگاشو برطرف کنم منتشر بکنم. پس هدف من چی بود در این ویدیو؟ هدف من این بود که بتونید اولا اینا رو تشخیص بدید که در کجا و در چه سشنی روش ترید بکنید، از این 2 تا استفاده بکنید. من یک روزایی واقعا نمیرسم اینا رو توی کانال شیر بکنم، ولی شما سعی بکنید اگر حالا گرفتین یا چیزی بود سعی بکنید پی وی برای من بفرستید، من در کانال قرار میدم. اگر پراپی گرفتین پاس کردین سعی کنید اطلاع بدین. انشالله که حالا بریم جلو. اگر کارگاهی هم حالا احیانا برگزار شد، ستاپای دیگه‌ای هم در کارگاه گفته میشه، ولی خب سعی میکنم که تلاشم برای این هست اگر شد چیز دیگه ای بود منتشر بکنم واسهتون. اگر دیدین باگی هست، مشکلی هست بگین،
به خودتون و دوستانتون کمک میکنید و همین دیگه، چیز دیگه ای نیست. انشالله که به دردتون بخوره، مفید باشه و سودده باشیم. ببین تمامی این ستاپ ها رو گفتم من تمام تلاشمو میکنم توی کانال قرار بدم و آدرس کانال هم حالا پایین ویدیو زده میشه، بالاش هم حالا شاید زده بشه، هر جای زده شد سعی بکنید ازش استفاده بکنید و امیدوارم که مفید باشه. روز خوبی داشته باشین، البته اگر شب هست شب خوبی داشته باشین. بدرود همگی. ببخشید طولانی شد، من سعی کردم حالا تا جایی که میشه نکات دیگه است رو خدمتتون بگم. بدرود.